هیچ وقت یه فروش تلفنی رو با این سواله آیا سوالی داری تموم نکن. این خیلی نابخردانه است، غیر حرفه‌ایه. اینجوری شما فرمون کار رو میدید دست مشتری و اینطوری فریاد میزنید که کار فروشم به شما تموم شده، لطفا من ارزش گذاری بکن. اینجا دو تا سوال مورد علاقه خودم بهتون میگم. آیا کاری که الان کردیم در موازات آینده بینی شما هست؟ اگه گفتم بله، اینو بپرسید. چه چیزی به نظر شما براتون لازمه که بخواید با اعتماد به نفس کامل به سوال قبلی بگین بله؟ شما اونجوری نیستین که بخواید بررسی بکنید ببینید گیج شدن یا نه در طول خرید. شما اونجایین که بخواید به وضوح عملشون هدایتشون بکنید. یعنی اونجایین که نشونشون بدین خریدی که از شما داشتن چه کاری رو براشون انجام داده. چون وقتی که شما با این سوالی دارین تمام کنین، در واقع دارین ازشون اجازه میگیرید. ولی وقتی که با پیشروی عملگرایانه میرین جلو، دیالوگ درونی که مشتری با خودش داره رو هدایت میکنین که به فروش منجر میشه. کاری که باید بکنیم اینه، نه اینکه متقاعدشون بکنیم، بلکه نامشخص بودن رو به مشخص بودن تغییر بدیم. اینطوریه که فروشنده ها میفروشن. توی ویدیوی بعد میبینمتون.